سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که اسپیناس وب رو برای طراحی وبسایت خودتون انتخاب کردید. توی این ویدیو قصد داریم که یک سری آموزش‌های مقدماتی در رابطه با مدیریت وبسایت شما رو آموزش بدیم که بتونید تغییراتی روی وبسایت خودتون رو انجام بدید و بتونید مدیریت بکنید وبسایت خودتون رو. خب میریم سراغ اولین آموزش که اولین آموزش نحوه ورود و خروج از وبسایت هستش. یعنی چطوری میخواید وارد پنل مدیریت وبسایت خودتون بشید. اگر اینجا وبسایت صفحه اصلی ما باشه و این وبسایتی باشه که برای ما طراحی کردن و تحویل ما دادن، شما کافیه که جلوی آدرس وبسایت خودتون، آدرس صفحه اصلی وبسایت خودتون یه اسلش بزنید و wp-admin رو وارد بکنید که اگر هم تغییر بکنه و یا مثلا به عنوان مثال لاگین باشه، حتما پشتیبانی بهتون میگه که خب ورود شما به این شکل هستش. ولی اصولا اگر بخواید وارد پنل داشبوردتون بشید و یه ویرایشی رو انجام بدید، حتما wp-admin رو بزنید، میتونید وارد بشید. یه صفحه برای شما باز میشه که شما میتونید پسوردتون رو وارد بکنید. نام کاربرتون اینجا وارد میکنید و رمزتون هم اینجا وارد میکنید. خب پسوردی که به من تحویل دادن این هستش که نام کاربریمه، اینجا میتونم وارد بکنم و این هم پسوردی هستش که به من دادن، من اینجا وارد میکنم و دکمه مرا به خاطر بسپار رو هم میزنم که برای دفعه های بعدی از من نخواد که من دوباره هی پسورد رو وارد بکنم و همیشه درگیر این پسورد باشم. کافیه که ورود رو بزنم تا بتونم وارد پنل پیشخانه اون وبسایت هم بشم. چند لحظه صبر میکنم. وقتی که وارد شد، شما صفحه پیشخانه خودتون رو اینجا مشاهده میکنید و دیگه هیچ چیز خاص دیگه ای نداره. یعنی اینکه به راحتی میتونید وارد بشید، هیچ مشکلی نداره. و اگر هم خواستید خارج بشید از وبسایت، یعنی دقیقاً همون صفحه قبل رو به شما نمایش داده بشه، اینجا کافیه که لوگات رو بزنید، خروج رو بزنید. حالا میشه عناوین مختلفی هم روی این گذاشت. حالا اینجا دکمه لوگات داره، یعنی توی بیشتر سایت ها سمت چپ بالا شما قسمت لوگات رو دارید. روی لوگات که کلیک بکنید میتونید به راحتی خارج بشید از اون پنل پیشخوان، ولی نیازی نیست. وقتی شما روی سیستم خودتون هستش، خب کافیه که یه بار وارد بشید. ببینید که این قسمت رو برای من آورد و من دوباره میتونم ورود رو بزنم، وارد صفحه پیشخوانم بشم. توی آموزش بعدی میخوام که آموزش تغییر هدر سایت رو به شما بگم. خب تغییر هدر وبسایت کدوم قسمت وبسایت شما میشه؟ من دوباره برم روی صفحه اصلی که کامل شما متوجه بشید کدوم قسمت رو بهتون میخوام آموزش بدم. ببینید اینجا اگر صفحه اصلی وبسایت ما باشه، این قسمت هدر وبسایت ما میشه. خب توجه بکنید، اینجا یه قسمت هدر وبسایت ما هستش که حالا میشه گفت لوگو یا حالا متنی، شعاری قراره اینجا نمایش داده بشه. این قسمت روی هدر وبسایت ما هستش. ما میخوایم این قسمت هدر رو عوض بکنیم. کافیه که توی پنل پیشخانمون توی قسمت تنظیمات پنل اختصاصی اسپیناس قسمت هدر رو روش کلیک بکنیم. چند لحظه صبر میکنیم تا صفحه لود بشه. میبینید که این تصویر رو برای ما آورد. خب اگر میخوایم این تصویر بمونه که هیچی، یا اگر میخوایم تصویر رو ویرایش بکنیم، اسمش رو تغییر بدیم، سایزش رو تغییر بدیم، حالا همچین چیزهایی، میتونید اینجا روی ویرایش تصویر کلیک بکنید که یه سری ویرایش ها رو برای شما میاره. مثلا میتونید چرخشش بدید، برش بدید و این سری کارها که حالا من پیشنهاد میدم قبلا اون طرحتون آماده باشه توی حالا در افزارهای ادیتوری مثل فتوشاپ، طرحتون کامل آماده باشه، بعد اینجا آپلود بکنید، چون اینجا خیلی دستتون باز نیست که اون تصویر رو ویرایش بکنید. من اینو میبندم که اگر حالا خواستید تصویر رو حذف بکنید، کافیه که روی اون ضرب کلیک بکنید تا حذف بشه و برای اضافه کردن یه تصویر دیگه یا یه لوگوی دیگه به وبسایت خودتون کافیه روی افزودن تصویر کلیک بکنید. شما یه قسمت دارید که قبلا هر تصویری به وبسایت شما اضافه شده توی این قسمت هستش، یعنی لایبرری و کتابخونه وبسایت شما هستش.
و یه قسمتی داریم به اسم بارگذاری پرونده. اگر هر تصویری توی سیستمتون باشه کافیه که روی گزینش این پرونده کلیک بکنید. اگر هر تصویری داشته باشید رو به عنوان مثلا شما توی دسکتاپتون یه تصویری دارید روش کلیک میکنید و روی اوپن میزنید و اون صفحه اونجا آپلود میشه، بارگذاری میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. خب ببینید این تصاویری که ما اینجا داریم سعی میکنیم تا لود بشه. خب تصاویری که لود شد میتونید اون تصویری که مد نظرتون هست رو اونجا انتخاب بکنید و به هدر وبسایتتون اضافه بکنید. من اینجا همین تصویر رو انتخاب میکنم و ببینید بهتره که اینجا حتما این متن‌ها رو اضافه بکنید به اون تصویرتون. به عنوان مثال حتما متن جایگزین رو اضافه بکنید و عنوان رو سعی کنید انگلیسی باشه که اینا از لحاظ سئو خیلی تاثیر مثبتی روی وبسایت شما داره. یعنی توی نتیجه‌ای که میتونید بیاید روی صفحه اول خب نتیجه مثبتی داره براتون. تصویر رو انتخاب میکنید و اینجا انتخاب رو میزنید که تصویر اینجا به شما نمایش داده میشه و یادتون هم نره حتما آخرش آپدیت رو بزنید تا اینکه اون تغییراتی که اینجا انجام دادید روی صفحه اصلی که میخواید نمایش داده بشه. اگه من اینجا F5 رو بزنم همین تصویر رو به ما نمایش میده. خب ما اینجا تغییر خاصی ندادیم و F5 رو زدم و اینجا این لوگو و هدر وبسایتمون رو عوض کردم که شما دیدید که به چه شکل هستش. قسمت بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم کار با صفحه اصلی وبسایتتون هست. حالا صفحه اصلی وبسایت کدوم قسمت وبسایت شما میشه؟ همین صفحه اصلی که شما وارد شدید اینجا صفحه هوم شما هستش. شما این قسمت رو دارید، ببینید بعد از آدرس وبسایت شما به عنوان مثال test.com هر وبسایتی که دارید اینجا آدرس وبسایت شما که قرار میگیره و این هم پسوند دامنه شما باشه، این قسمت صفحه اصلی وبسایت شماست و شما یه قسمتی دارید و یه ویژگی دارید که میتونید اطلاعات این قسمت رو عوض بکنید و دستتون بازه که چه اطلاعاتی رو اینجا وارد بکنید. خب من میرم که این قسمت اطلاعات رو وارد بکنم و اصلا ویرایش بکنم ببینید که به چه شکل هستش. ما اینجا یه قسمت داریم به اسم هوم که میتونید تغییرات رو روش اعمال بکنید. یه قسمتی داریم به اسم بخش درباره ما. این بخش درباره ما همین قسمتی هستش که شما اینجا قسمت وسط بالای هدر مشاهده میکنید. توی این قسمت میتونید عنوان رو تغییر بدید. عنوان دقیقا همین هستش، متن اصلی هم دقیقا همین هست و اون عنوان دکمه، اون باتنی که اینجا هستش که اسمش درباره ما هست، اینجا عنوان رو عوض میکنید. اینجا میتونید لینک بدید، لینک سعی کنید لینک داخلی بدید، یعنی لینک به سایت دیگه ای ندید، چون اگر سایت دیگه ای بدید قبل اون لینکتون اسپیناس.net قرار میگیره و حتما حواستون باشه که اون لینک خارج از وبسایت خودتون نباشه، یکی از صفحات، محصولات یا هر چیزی که میخواید قرار بدید. اینجا که درباره ماست، صفحه درباره ما رو بهش لینک بدید. برید توی صفحه درباره ما خودتون لینکش رو کنترل C یعنی کپی بکنید و اینجا کنترل V اون لینک اینجا بیاد و در آخر هم آپدیت رو بزنید تا اون تغییراتی که انجام دادید به راحتی روش اعمال بشه. من اینجا شارت میزنم که الان نمیخوام هیچ لینکی بزنم و یک کروسل برند داریم اینجا. ببینید احتمالاً این ویژگی هایی که اینجا هستش اگر مثلا سایت شما شرکتی باشه خب یه اطلاعات دیگه ای هست، یا سایت شما اگر فروشگاهی باشه یه اطلاعات دیگه ای توی صفحه اصلیتون نمایش داده بشه. چون سایت شما اختصاصی است، ببینید ممکنه شما یه ایده هایی داشته باشین توی اون صفحه اصلیتون اعمال کرده باشین و اینها ممکنه یکم تغییر بکنه، ولی در کل اگر بخواد توی صفحه اصلی هومتون تغییراتی رو اعمال بکنید همه گزینه‌ها و ویژگی‌های اون توی این قسمت میاد. فقط کافیه که یکم بگردید میبینید که چطور میشه ویرایش کرد و اون تغییرات رو روش اعمال کرد. این هم کروسل برندها هستش، یعنی اون برندهایی که مثلا اون شرکت شما، اون فروشگاه شما با اون کار میکنه رو اینجا آوردیم. دقیقاً مثل همون تصویره. اگر بخواید تصویر رو عوض بکنیم یه تصویر دیگه بهش بدیم، میتونید از همین کتابخونه که هستش اینجا اضافه بکنید و یا اینجا تصویر رو بارگذاری بکنید، اون تصویر رو بهش اضافه بکنید
و اونجا اون لینک رو بهش بدید. میخواید که مثلا بره توی وبسایت پاناسونیک باشه یا همون برندهایی که اونجا دارید رو به هر صفحه‌ای که دوست دارید میتونید لینک بدید. کافیه که لینکش رو کپی بکنید و لینک رو اینجا پیست بکنید. اگر هم یه برند جدیدی، یه ویژگی جدیدی خواستید اضافه بکنید، کافیه که روی سطر جدید کلیک بکنید. یعنی به غیر اینها یه چیز دیگه ای خواستید اضافه بکنید، کافیه که روی این سطر جدید کلیک بکنید. روی تصویرتون ترجیحاً هم مدل به هم شکل با بقیه تصاویر باشه تا اون ریتم تصاویری به هم نخوره. بهتره که به این شکل باشه. اصلا تصویر رو میزنید و تصویری که میخواید رو اینجا انتخاب میکنید و میرید سراغ حالا لینک گذاری که لازم هستش. من اینجا حالا نمیخوام تصویری اضافه بکنم، کافیه که اینجا این حذف سطر رو بزنید تا این میگه اطمینان دارید این حذف بشه، تا این سطری که ایجاد کردیم اینجا حذف بشه و در انتها هم حتما روی آپدیت کلیک بکنید تا اون تغییراتی که میخواید اعمال بشه روی صفحه اصلیتون. ببینید ما کلا روی صفحه اصلی میتونیم تغییرات خیلی زیادی رو بدیم که این قسمت بیشتر با همون صفحه اصلی شما درگیر هست. و قسمت دیگری که میخوام بهتون آموزش بدم تغییر فوتر سایت هستش. حالا فوتر سایت ما کدوم قسمت میشه و کجای وبسایت ما میشه؟ ببینید ما در انتهای وبسایت خودمون وقتی صفحه رو اسکرول میکنیم به پایین یه قسمتی هستش که بهش میگم فوتر وبسایتمون که اینجا میشه گفت یه حالتیه، یه متنی درباره خودمون مینویسیم، لوگوهایی که لازم هستش، لوگوهای شبکه‌های اجتماعیمون و یه سری از همین اطلاعات رو میتونیم توی قسمت فوترمون وارد بکنیم. حالا این رو چطوری ویرایش بکنیم؟ من الان بهتون میگم. توی قسمت تنظیمات پنل اختصاصی اسفیناس قسمت فوتر رو داریم. کافیه که روی قسمت فوتر کلیک بکنیم. این گزینه‌ای هم که اومد گفت این تغییرات رو می‌خوای اعمال بکنیم و من هم گفتم نه و وارد این فوتر میشم. خب ببینید توی این فوتر یه سری قسمت‌ها رو داریم که الان بهتون توضیح میدم که باید چطوری این قسمت‌ها رو تغییر بدید. خب ببینید اینجا یه دسته‌بندی لینک‌ها رو داریم. این دسته‌بندی لینک‌ها کدوم قسمت هستش؟ ببینید ما اینجا یه سری لینک داریم. اگر توجه کنید اینجا یه سری لینک داریم که من اینجا رو ببینم. اینجا ببینید ما دسته‌بندی محصولات یه عنوان دسته‌بندی گذاشتیم براش به عنوان راهنمای خرید از فروشگاه. خب گفتیم که ثبت سفارشش به چه شکل باشه و لینک هم بهش میدیم. ببینید اینجا عنوانش قرار میگیره. این دقیقاً همین عنوان دسته‌بندی یک و اینجا اون لینک هایی که ما میخوایم. شما میتونید لینک ها رو زیادتر بکنید، کمترشون بکنید، دقیقا مثل همون قسمت قبلی که بهتون گفتم و اینجا میتونید اون لینکی که میخواید رو قرار بدید و عنوان اون لینک هم اینجا میتونید قرار بدید و در انتها روی آپدیت کلیک بکنید تا این تغییرات اعمال بشه. بقیه قسمت ها هم دقیقا همونه. ببینید درباره فروشگاه که این لینک ها رو داره و بخش مشتریان. ببینید شما باید نسبت به نیاز اون کاربرتون، مشتریتون یا هر کسی دیگه‌ای که به وبسایت شما مراجعه میکنه وقتی به فوتر وبسایت شما مراجعه کرد یه جورایی خیلی کاملا دستش باز باشه. شما باید طوری این لینک ها رو قرار بدید که کمک بکنه کاربر سریع به هدفش برسه، خیلی درگیر و گیج نشه که من الان کجا باید برم. طوری باشه که وارد وبسایت شد کاملا بفهمید خب من الان میخوام بخش مشتریام مثلا مقاله ها رو بخونم یا اخبارهای جدید رو ببینم یا ببینم این شرکت چی کار میکنه، درباره ما رو ببینم. در کل اینجا این لینک های دسترسی سریع رو داریم که کاملا گفتم بهتون و یه قسمت دیگه داریم به اسم درباره فروشگاه که اگه توجه کنید اینجا شما هر نوعی میتونید اینجا قرار بدید. دقیقا همین هستش و یه قسمت دیگه ای داریم اینجا اگه توجه کنید تایم کاری شرکت، تلفن تماس، تمام اینها رو میتونید توی این قسمت تغییر بدید. میتونید مثلا بزنید که ما 24 ساعت آنلاین میتونید با ما تماس بگیرید، شماره تماستون رو، ایمیلتون رو بذارید و تا بتونن این کاربرایی که وبسایت شما مراجعه میکنن به راحتی با شما تماس بگیرن. و یه قسمت دیگه ای هم
اینجا سمت چپ میبینید داریم که پرداخت در محل و ضمانت، میتونید متن تغییر بدید و دیگه چیز خاصی نداره این قسمت. میایم توی قسمت شبکه‌های اجتماعی. ببینید اینجا یه سری شبکه‌های اجتماعی که مربوط به اون شرکت و کسب و کار شما هستش رو قرار دادین. اگه توجه کنید اون شبکه‌های اجتماعی دقیقاً همین قسمت به شما نمایش داده میشه. خب برای همین کار ببینید اینجا باید اون عنوانش رو انتخاب بکنید. اگر مثلا به عنوان مثال اینستاگرام، کافیه که اینستاگرام رو سرچ کنید تا براتون بیاد. روی لینکش کلیک میکنید، ببینید مدلش رو میاره. شما میگید که مثلا خطی باشه یا حالت توپر داشته باشه، مدلش رو، شکلش رو انتخاب میکنید و اینجا بعد از انتخاب کردن میبینید که اون آیکونش رو به شما نمایش داده میشه و اینجا لینک رو بهش اضافه میکنید. حالا اون لینکی که میخواید باشه دقیقاً صفحه اصلی وبسایت شماست یا دقیقاً صفحه پیج اینستاگرام شما باشه رو بهش اضافه میکنید. بقیه لینک ها هم دقیقاً همینطور. اگر شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای هم داشتید میتونید بهش اضافه بکنید. دقیقاً توی همین سطر جدید میتونید اضافه بکنید، اون قسمت رو بهش کاملا اضافه کنید و ازش استفاده بکنید و هیچ قسمت پیچیده‌ای نداره. و اگر هم سوالی توی این قسمت داشتید حتما از قسمت پشتیبانی با همون در میون بذارید که سعی می‌کنیم در کمترین زمان جواب سوالاتون رو بدیم. و توی این ویدیو هم سعی کردم که تمام سوالات رو جواب بدم که همیشه از ما سوال پرسیده میشه. و یه قسمتی هم داریم به اسم متن حقوقی مادی و معنویه که میتونید اینجا متنی که مثلا تمام حقوق محفوظه و همچین متن رو اینجا بنویسید که این تغییرات روش اعمال بشه. آموزش دیگه ای که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم تغییر منوی وبسایت هستش. ببینید منوی وبسایت ما دقیقاً هستش. این منوی وبسایت ما هست. حالا ما ببینید این منو میچسبه بالا و کاربر هر لحظه از صفحه اصلی رو خواست میتونه دقیقاً بهش دسترسی داشته باشه و ازش استفاده بکنه. و حالا ببینید تغییرات اینها به چه شکل هستش. من اینجا میام توی این قسمت باش دیگه کاری نداریم، این رو میبندیم. ما توی یه قسمتی به اسم نمایش روش کلیک میکنم و یه قسمت داریم به اسم فهرست ها. کافیه روی فهرست ها کلیک بکنم، اینجا کلیک میکنم تا اون تغییرات اعمال نشه. صبر میکنیم تا اون فهرست ها به ما نمایش داده بشه تا بتونیم ازش استفاده بکنیم و اون تغییرات رو که خواستیم روش اعمال بکنیم. خب صفحه رو برای ما آورد. این قسمت رو یکم دقت بکنید که یکم پیچیدگی داره، پیچیدگی خاصی هم نداره. کافیه که یه بار کامل دقت بکنید و یاد بگیرید که تا همیشه ازش استفاده کنید دیگه، هیچ پیچیدگی هم براتون نداشته باشه. ببینید ما وبسایتمون رو توی گوشی موبایل میتونم ببینم، توی تبلت میتونم ببینم و توی صفحه دسکتاپشون هم میتونم ببینم، توی صفحه‌های بزرگ هم میتونم ببینم. ما اینا رو تقسیم بندی کردیم و گفتیم که حالا وقتی توی موبایل هستش منوها به چه شکل نمایش داده بشه، وقتی توی منوی موبایل هستش منوها به چه شکل نمایش داده بشه و حالا توی دسکتاپ هستش به چه شکل نمایش داده بشه. من الان میخوام دسکتاپ رو به شما بگم به چه شکل هست. اینجا کافیه که منوی اصلی رو انتخاب بکنیم. منوی اصلی راست گزینش رو میزنیم، روی گزینش کلیک میکنیم، اون قسمت ها و اون منویی که مد نظر ما هستش رو کاملا به ما نمایش میده. خب ببینید من اینجا اول بیام، ما اینجا یه صفحه نخست داریم که ثابته، یعنی کاربر روی این صفحه نخست کلیک کرد دوباره میاد به همین صفحه اصلی، یعنی هر کجای سایت بود، توی مقالات بود، هر کجا بود روی اینجا که کلیک بکنه میاد رو صفحه اصلی. ما این قسمت ها رو داریم، میبینید که ما 3 تا منو داریم که ثابته، هیچ زیر منویی نداره و یه منوی برگه ها داریم که اینجا تمام زیر منو رو به ما نمایش داده میشه و حتی یه زیر منوی دیگه هم بهش اضافه شده. خب
اگه ما بخوایم اینا رو کم بکنیم، زیاد بکنیم و یا جابجاشون بکنیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ توی همین قسمتی که اومدیم ببینید ما یه صفحه نخست داریم که همین لینک اول یه فروشگاه داریم، یه وبلاگ، خودرو و یه برگه ها رو داریم. اگه توجه بکنید زیر برگه این اخبار و این سری منوها کمی جلوتر قرار گرفته و این به خاطر همینه که اینجا به صورت زیر منوی این منو قرار گرفته. اگر مثلا به عنوان مثال من بیام این وبلاگ رو یکم جلوتر بکشم، کافیه بگیرید و یکم درگ بکنید به سمت چپ مانیتورتون تا اون به زیر منو تبدیل بشه. من اگر اینو ذخیره بکنم وبلاگ میره زیر منوی فروش محصولات قرار میگیره، این وبلاگ میره زیر منوی فروش محصولات قرار میگیره. من اینجا ذخیره فهرست رو میزنم تا این رو مشاهده کنید ببینید به چه شکل هستش. خب من اینجا یه رفرش رو انجام بدم، کافیه که اینجا بزنید تا رفرش بشه یا دکمه F5 کیبوردتون رو بزنید تا اون تغییرات اعمال بشه. می‌بینید اینجا که یه فلش اومده، یه فلش رو به پایین و اینجا عنوان و مدل منوی شما رو نمایش میده که وبلاگ زیر منوی اون فروش محصولات شما شده. ببینید اینجا می‌بینید که یه حالتیه که منوی شما به این شکل نمایش داده شده و این منو به این شکل نمایش داده شده. ببینید یه سری تنظیمات روی منو میتونید انجام بدید. اینجا وقتی میاید هاور میکنید روی این منو یه علامت چرخدنده‌ای هستش به اسم اوبر. ببینید ما یه افزونه‌ای داریم به اسم اوبر منو که میتونید منوهاتون رو به شکل خیلی جذابتری تغییر بدید. میایید اینجا روی زیر منو میخوام اون تغییر شکل رو بهتون بگم و بگید که حالا این زیر منوی ما به چه شکلی نمایش داده بشه. میگه که این زیر منوی ما مثلا به حالت شناور باشه، به این شکل باشه یا نه کاملا زیرش نمایش داده بشه. اینجا کاملا میبینید که یه توضیحاتی هم داده که کاملا متوجه بشید. حتما پیشنهاد میدم این تنظیمات رو باش کار بکنید تا بهتر بدونید به چه شکل هستش. این مگا منو هستش. شما مثلا به عنوان مثال توی وبسایت دیجیکالا میبینید که یک منوی عریضی به شما نمایش داده میشه و پر از منو و زیرگزینه‌ها هستش. اون یه مگا منو هستش. من اینجا مثلا همین زیرمنوی شناور رو انتخاب میکنم و اینجا سیو منو آیتم رو میزنم و این تیک وقتی خورد اینجا این رو میزنم و اینجا حالا یه بار رفرش میکنم. این اون تغییرات اعمال شد نه. ببینید ممکنه تو بعضی قسمت به این شکل نمایش داده بشه. مثلا من بیام دوباره یه تنظیم دیگه ای انجام بدم، این رو مثلا بیارم روی این قسمت. خب اشتباهی فکر کنم گذاشته بودیم. میام دوباره این رو رفرش میکنم. اون تغییراتی که میخواستم اعمال شد. یعنی دقیقا مثلا به همین شکل. اگر میخوام عریض‌تر باشه دقیقا توی همون اوبر منو میتونید این تغییرات رو روی منوی خودتون اعمال کنید. و اگر یه منوی جدیدی بخواید اضافه بکنید به عنوان مثال و اول حذف رو بگم، اگر من میخوام این وبلاگ رو از اینجا بردارم، نمیخوامش، لازمش ندارم، کافیه که روی این کلیک بکنید و روی حذف کلیک کنید و این منو حذف شد. فقط از روی منو حذف میشه، یعنی شما اون صفحه رو دارید، یعنی برای بعد خواستید میتونید ازش استفاده بکنید. و اینجا ذخیره فهرست رو میزنم و یکم صبر میکنم تا این کامل سیو بشه و اینجا دوباره میام F5 رو میزنم تا ببینم اون تغییراتی که میخواستم اعمال شد یا نه. ببینید اینجا نباید دیگه اون وبلاگ رو به من نمایش داده بشه. میبینید که اون وبلاگ حذف شد و اگر مثلا من دوباره خواستم یه منوی دیگه ای بهش اضافه بکنم، اگر اون منو توی برگه ها بود میام دیدن همه برگه ها رو میزنم، دوباره همون وبلاگ رو اضافه میکنم، افزودن به فهرست رو میزنم. خب اینجا وقتی افزودن به فهرست رو میزنید میاد این انتها قرار میگیره. میبینید که چسبیده به این انتها و تو آخر رفته. کافیه که این وقتی میرید روی منو اشاره‌گر موضوع شما تغییر میکنید، روش کلیک میکنید، میتونید به هر قسمتی از
اون منوتون خواستید عوض کنید و برید بالا ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید و کار کردنش بسیار راحته. فقط کافیه یکم باش کار بکنید تا بدونید که چطور ازش استفاده بکنید. مثلا من اینجا میارم توی این قسمت دوباره قرار میدم. ببینید اگه من این منو رو بکشم عقب، اینا رو دونه دونه یا مثلا یکم جلوتر بکشم، این زیر منوی اون قرار میگیره. هر کدوم کافیه حالت پلکانی داره یا حالت شماتیک داره که شما کامل متوجه میشید که به چه شکل هستش، یعنی پیچیدگی خاصی نداره. کافیه که اینا رو اینطوری تغییر بدید و در امتحان کافیه که روی ذخیره فهرست کلیک بکنید اون تغییرات اعمال بشه. همین اینجا اگر منوی موبایل رو انتخاب بکنید دقیقاً همون مدل تغییرات رو میتونید برای منوی موبایلتون بذارید. اینجا میتونید منوی موبایل رو انتخاب بکنید، گزینش رو بزنید، حالا من نمیخوام این تغییرات باشه، منوی موبایل رو میزنید و به راحتی میتونید اون قسمت ها رو تغییر بدید و هیچ مشکلی باهاش نداشته باشید. ببینید این منوی موبایل هم براتون بیاره که به چه شکل هستش. ببینید دقیقاً وقتی وبسایت شما توی موبایل نمایش داده میشه به این شکل هست. میتونید منوها رو کامل بیارید، هر مدلی که دوست دارید و اینا رو قشنگ تغییر بدید، اضافه بکنید. هیچ فرقی با اون منوی اصلی نداره، فقط توی موبایل نمایش داده میشه که بهتره توی موبایل منوهای کمتری باشه تا اون کاربر خسته نشه و بتونه به راحتی از وبسایت شما استفاده بکنه. خب دیگه آموزش دیگه ای نیستش تو این قسمت مقدماتی. سعی کردم یه حالت کار کردن ابتدایی با وبسایت رو بهتون بگم تا بتونید وبسایت خودتون رو مدیریت بکنید. هر نوع سوالی براتون پیش اومد سعی کنید از طریق تیکت پشتیبانی سایت اسپیناس وب تیکتتون رو بزنید توی تیکت ها، سوالتون رو بپرسید و تیم پشتیبانی ها سعی میکنه در کمترین زمان جواب سوال شما رو بده و شما بتونید بهترین استفاده رو از وبسایت خودتون ببرید. خدا نگهدارتون باشه.